ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 2 ماه سال 2023 ویدیوی در مرکز شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر و به ماشین بار کردن یک مرد را که باعث واکنش‌های مختلف شده بود شرح داد. در نوار دیده میشد که مرد به کارمندان میلیسیا مقاومت نشان داده آنها را دشنام میداد و کارمندان میلیسیا نیز در پاسخ این مرد را زوراً به ماشین بار کردند. میلیسیا پایتخت تاجیکستان گفت در نتیجه سنجش معاین گردید که حادثه مذکور شب 28 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 21:45 دقیقه در خیابان رودکی در نزد اداره شبکه تلویزیونی سفینه رخ داده است. بنا به اطلاع نشر شده نفری که از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر کرده شد شهروند سیف‌الله خدایداد سال تولدش 1976 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه عبدالله بوده. قبلا برای صادر نمودن جنایت غارتگری دزدی و فروشی در عموم 13 سال را پشت پنجره زندان سپری کرده است. خود سیف‌الله یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه مقامات میلیسیا او شب 28 اپریل هنگام در خیابان رودکی قرار داشتند در حالت مستی با الفاظ قبیح شهروندان و اطرافیان را دشنام داده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. همزمان به امر و طلبات قانونی کارمندان میلیسیا که میخواستند او را آرام نموده به هشیارخانه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دسترس نمایند اطاعت نکرده با الفاظ قبیح آنها را نیز دشنام داده است. وابسته به این حالت می‌افزاید میلیسیا دوشنبه شهروند سیف‌الله خدایداد برای در حالت مستی قرار داشتن توسط ماشین پترول یا دیدبانی به هشیارخانه طبی دسترس کرده شده بر اساس طلبات قانون تا برطرف گشتن حالت مستیش در هشیارخانه نگه داشته شد. میلیسیا پایتخت ذکر کرده است که وابسته به مناسبت غیر قانونی نسبت به کارمندان میلیسیا نیز چاره‌های تاثیررسانی انتظامی تطبیق کرده شد، اما شرح داده نشده است که کارمندان میلیسیا را برای رفتارشان چه جزا دادند.